خوش اومدید دیگه داستان از قرار که اومدیم تمام آب معدنی های ایران رو تست کنیم ببینیم که بهترین آب معدنی ایران چیه. تمام آب معدنی های ایران 5 تا کلا 2 تاشم گاز دارن. همینا رو به زور از 10 تا مغازه پیدا کردیم. پس لطفا لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب نماشید. اما بریم سراغ ویدیو. افکو بابا هیچ داری غیر میدی وسط خب بگو چی. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، این ویدیو رو هم ببینید. میخوایم بریم در راه آب معدنی گرفتن. فقط یه نکته جالب آب معدنی رو بیاره کلن یه برند بیشتر فکر کنم از برند است نیست. فکر کنم از برند دیگر نیست. ایشون گازدار میباشد. بگیره 2000 years later. این ویدیو رو خب دوستان قراره که کارو کثیف شروع کنیم. بریم سراغ آب معدنی. اول از ارزون به گرون میریم. ارزون ترین آب معدنی چویل دنا پلاس. مطمئنم مزه آب میده. سلامتی بچه ها. هیچ بوی نداره. اولین باری که انسان آبو کشف کرد. خیلی خنک و خوشمزه است. وا بچه ها من یه ماده جادویی پیدا کردم. اسمش چویله. اسمش آب طبیعت است. چند میدی از 10؟ آب به نسبت آب بودن نمره بده. با 10,000 تومان ما این همه آب رو شما میدهیم با یک عدد اشانتیون آب. با خدا 100 تومن شد. رایگان آب شیراداد. به خدا من جاتون بودم. وای نریز چند میدی از 10؟ از 10 بهش 3 میدم چون یه ذره مزه تلخی داشت و تلخ نبود. من بهش 5 میدم چون که اگه بخوای یه آب بخوری 5 چون اگه بخوای یه آب بخوری طبیعت نوری کم کردی. یه آب بخوری لوله هست دیگه اینو نمیدی بخوری. 3. خب آب بعدی آبی که مطمئنم همتون خوردید با 10,000 تومن 2,000 تومن از این گرونتر. دماوند 1352 زمان پهلوی بوده تا حالا. وای مثل آب میده. ها ولی بخیر تر قبلی بهتر بود. خدای تلخی آبه یه خورده گرم‌تر از قبلی بود. مزه قله تماماً میده. بچه راست میگه مزه قله تماماً. چند بهش میدی؟ من به 6 میدم. 7 به خاطر اصالت. این آب میوه نمیدونم قیمتش. آب میوه. این آب تبسمه یعنی لبخند. تبسمه اما واقعا نمیدونم که چقدر هست. یعنی هر کی اینو بخوره نخنده 15 تومان. 15 تومانه. همینجا مفتی. یعنی نگاه بچه این از این گرونتره. این 17. های که ایرانی یه آب یکم آبش خیلی سردتره. فقط دما. یعنی این ویدیو فقط به دما. چه فرقی داره خواست این ستایش خوب دادیم. به قبلی چند دادیم؟ به مهران داد 7 من داشت. شوخی خورد مزه تلخی شد. ها راست میگه. اون از ترگلو خودته. نه اصلا از ترگلو خودته. ترگلو خواهم به چند میدی؟ من به این میدم 4. تبسم تلخه من بهش میدم 4. شو بس آب مزه. این مزه گلومونه. همه میگن تلخه. کل از اعضای و اساتید پشت سر
خب میریم سراغ تبسم ریده تا فعلا آها کولاک آب لیمو 17 گاز داشت آب گاز داره قاطی کرد تروشه آب من لیمونا میده و تروشه بخور تروشه ای آب گاز داره لیمونا تروشه ای تروشه آب باش تا برو تا بس دیگه تروشه نه ترش گازه و لیمونا داره تروش همون دستتو بردار دست کل مدت جای دور بیم نه مثلا اینجا هر کار بعد بابا من به این چند میدی؟ سر کن چند میدی؟ 5 خب فرق داره 5؟ ها چرا؟ نه از آب نبود باز خوشمزه خور این از همه گرونتر بود از همه خوشمزه آب گازا از کجا بیاریم اینا همینا رو خوب اینو پاره کردیم تا بریم کجاشو بگردیم استوب بهش بگو برای آوردن این آب 6 نفر سقط شد این آب 25000 تومنه و برای اومدن این آب 6 نفر سقط شدن این آب از لب دریای نه از نه اورست از اورست اومد ناموسن ریخت اینجا مهران از این مثلث برمودا اینو برداشتن آوردن هنو اصلا نمیدونیم برمودا اینو برداشتن آوردن هنو اصلا نمیدونیم مثلث برمودا واسه گوه میده مثلا عرق چی عرق نروه ببینم نه بابا نوشابه از آب گاز داره بعد لازم تایی آب میگه داغ داغ من خورده آب چیز دیگه آب قله ها برسته هیچ وقت نخد مانگل نوشابه زده آب گاز داره یک خب ولی خیلی بد مزه است هر آبی به تویدن تو نباید که بخوری ریختی رو میکروفون بده من داریم چرا خوبه نظر گوز مزه چرا تو میدونی خواه حیثه بعد من آبو چرا خوبه اولش خوبه سر کن سر ببند تا آبمون اگر تلخ دوست دارین گزینه تلخ دوست دارین گزینه تلخ دوست دارین یه دلستر قهوه‌ای بود اونم گزینه است والله از این ویدیو نتیجه میگیریم که آب و هیچ فرقی نداره من یکی بدیم یه طمع دیگه بگیریم طمع بذار من بذار صحبت کنم خب تگیدون بره سرترین آب این شد بچه‌ها اگه وقتتون رو گرفتیم ببخشید به یاسین خوش بدید به من خوش ندید یاسین منو مجبور کرد من از ویدیو تا ویدیو دیگه و یه اسکیشن دیگه فعلا خداحافظ خب بچه‌ها قراره تمام خیابون رو هم ترکیب کنیم برید توش این آب اولین آبه برید توش این موجزه من تو فکر نمیگم داری چی میریزی چی فکر میگی؟ من از همشون ریختم حالا از فیلم میگیری چی میگی؟ تلخ شیرین شو تبسم آب کرد روش خب این آب یاسکیفه اینو بزن آب یاسین پسند شلنگ آب برد یاسین سمت من اومدی میزنم همه گوه میده خدا